السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالقادر طلبکف همه خیلی طلبکفی مالبکفی کیت مراجعت من برای تو مراجعت از یک جوان مسلمان تاجیکستان. به گپای من خوب گوش بده. نجس، تو برای ما نجس هستی، تو حرام هستی برای ما. امروز تو بر ضد ما گپ میزنی، خیال کردی ما خب میکنیم. تو برای ما از گذشتگانت گپ نزن. ما امروز مسلمانان تاجیک از تو و از گذشتگان تو بیزار هستیم. ما انشاءالله تو را دریاب میکنیم، یا من یا برادرم. خوب بر حرفم گوش بده. نجس، ناپاک، حرام. شاید پدر و مادرت مسلمان باشند، من به آنها نمیرسم. من تنها بر تو کار دارم ای سرسفیدی خدا زده. ما که به تو تا امروز کاردار نشدیم، تو چی کار میکنی؟ در کجا میگردی؟ کارت برای ما چیست؟ چرا بر دین ما میرسی؟ ما که خوب میدونیم شما کی بودید و کی هستید. کی رو تحقیر میکنید؟ امروز علم های دین ما رو میرسید، خیال میکنید ما خب میکنیم؟ نه بر خدا قسم، جوابش رو خواهی داد. برای همین حالا هم سری وقت است. ویدیو میکنی بخشش میپرسی از تمام مسلمانان تاجیکستان، وگرنه جوابش رو خواهی داد. نجس. علماهای ما که خب باشند، ما جوانها خاموشی را دوست نداریم. انشاءالله به هر یک تایی تو جوابتان را میدهیم. برای همین از این صحبت دیده و دانسته سخن گویید و فکر کنید که بر ضد کی سخن گفته ایستاده اید. کثافت خدا زده، خوب گوش دار. بار دیگر تکرار میکنم برای تو که ما مسلمانان تاجیکستان از تو و از گذشتگانت بیزار هستیم. بیزار. شما همه اتان نجاست بودید و نجس میمانید. برای همین سخن بالا نکن. گفتی همین روزه مردم خودمون که گپت بر پتینکه اد نمیگذرد، کجا دعوا میکنی؟ گم کن خودت رو، حرامی که دیگر کسی رویت رو نبیند. انشاءالله من با مسلمانان هستم، من خاموش نمیشینم. برای همین دعوا کنید، دعوا کنید مسلمانان، دعوا کنید، خب نشینید. باقی همه پناه خدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.